نقاب طبی استفاده چون یک کرته. نه زکام، نه کرونا ویروس و نه دیگر بیماری هایی که توسط هوا انتقال می‌یابند دهشتناک نیستند اگر خود را چگونه محافظت کردن را دانیم. آیا نقاب طبی سپر بوده می‌تواند؟ برای بلند برداشتن ثمرناکی نقاب کی و چگونه آن را پوشیدن لازم است؟ این و دیگر قاعده های استفاده نقاب طبی استفادهشان یک کرته را یادآور می شویم. ضرورت نقاب پوشی. نقاب را همان وقت پوشیدن لازم است که خطر سرایت شوی وجود داشته باشد. این جای‌هایی است که شمار زیاد آدمان در وقت خروج بیماری جمع می‌شوند. بازارها، بیمارخانه‌ها، نقلیات‌های جمعیتی. اگر شما بیمار باشید و ضرورتی به جای‌های سیر آدم و داخل بینا و نقلیات رفتن پیدا شود، حتما نقاب پوشید تا دیگران سرایت نشوند. درست پوشید. نقاب باید درست پوشیده شود. دهان و بینی را محکم پوشاند و راغ بین روی و نقاب تا حد امکان باید کم باشد. نرسید. به نقاب دست نرسانید. هنگام گرفتن آن اگر دستتان به آن رسیده ماند، دستان را با صابون یا سپیرت خوب بشویید. عوض کنید. همین که تر یا نم شدن نقاب را احساس کردید، فوراً آن را عوض کنید. این بران دلیل است که در نتیجه جمع شدن مایع فیلتر نقاب از کار می براید و ثمرناکی آن کاهش می یابد. علاوه بر این جای تر شده و مایع برای افزایش باکتریاها که در آنجا جمع شدند مساعدت می کنند. عادتاً نقاب 2-4 ساعت کارشایان بوده می تواند. اگر شما بیش از 3 ساعت نقاب پوشیده باشید، شما نه تنها محافظت می شوید، احتمال است در خطر هم باشید. پرتایید. نقاب طبی استفاده شده باید فوراً پرتافته شود. خیلی مهم است که تنها از بنده کش داشته بعد نقاب را از روی کشید. یک بار تنفس میان استفاده نقاب را که عادتاً در گردن آویزان میماند یا در کیسه نگاه داشته می شود اجازت نمی دهند. همچنین بار دوم استفاده بردن نقاب استفادهش یک کرته قطعاً منع است. در خاطر گیرید نقاب تنها در یک جایگی با گیگین جدی دست و قاعده های کرانتین خوف گرفتاری به زکام، کرونا ویروس و ویروس های شدید راه نفس را کم کرده می تواند. نقاب کفالت 100% حفظ سلامتی نیست. آن تنها خوف سرایت شوی را کم می کند و ویروس را از پهن شوی نگاه می دارد. خود و دیگران را احتیاط کنید.